دوستان و همراهان عزیزم سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه و امیدوارم از پستایی که براتون میذارم نهایت استفاده رو ببرید. امروز توی این پست میخوام چند تا نکته مهم برای همکاران علاقه‌مندم مطرح کنم و اون که خیلی در تدریس اهمیت داره و قابل کاربرده و اون این که در نظر داشته باشید که تمام محتوایی که در کتب درسی در اختیار من قرار میگیره و در اختیار شما قرار میگیره و قرار ما اون محتوا رو در اختیار دانش آموزان قرار بدیم، این محتوا یک ابزاره. دقت کنید به این جمله من، این محتوا یک ابزاره. یعنی چی؟ یعنی که اگر من میام به عنوان معلم ریاضی به دانش آموزم ریاضی درس میدم، ریاضی یک ابزاره. اگر تاریخ درس میدم، تاریخ یک ابزاره. اگر جغرافی درس میدم، محتوای جغرافی یک ابزاره. تمام اینها ابزار هستند که من به وسیله این ابزار به دانش آموزم کمک کنم تا دانش آموزم بتونه مهارت‌های فکری خودش رو تقویت کنه. یعنی چی؟ من یک پیچی رو میخوام باز کنم، برای باز کردن اون پیچ نیاز به پیچ گوشتی دارم. یعنی شما هر کاری رو که میخواید انجام بدین، اگر با ابزار مربوط به خودش اون کار رو انجام بدین، سرعت عمل بهتر میشه، کیفیت بهتر میشه، نتیجه بخشی هم به همون اندازه کیفیتش بالا خواهد بود. خب محتوایی که در داخل کتاب‌های درسی هست، اینها ابزاری هستند در جهت تقویت مهارت‌های فکری دانش آموز. مثلا محتوای کتاب ریاضی تفکر استدلالی دانش آموز رو تقویت میکنه. محتوای کتاب عربی، محتوای کتاب فارسی تفکر کلامی دانش آموز رو تقویت میکنه. محتوای کتاب تاریخ تفکر تحلیلی دانش آموز رو و تفکر تأملی دانش آموز رو تقویت میکنه. محتوای کتاب جغرافیا تفکر سیستماتیک دانش آموز رو تقویت میکنه. خب پس هر کدوم از این کتاب ها متفقاً همشون مهارت-های فکری و هر کدوم از اینها یک نوع از تفکر دانش آموز رو تقویت میکنه. مثلا که درس هنر تفکر خلاق دانش آموز رو، تفکر زیباشناسی دانش آموز رو تقویت میکنه. خب پس هدف اصلی و اولای کتاب‌های درسی ما یا برنامه آموزشی ما تقویت مهارت‌های فکری دانش آموزانه. خب حالا من بازیوارهایی رو که طراحی میکنم یا بازی‌هایی رو که طراحی میکنم و قراره تو کلاسم اجرا کنم، این بازی‌ها هر کدومشون در جهت تقویت یکی از مهارت‌های فکری دانش آموزه. اما در نظر داشته باشید که بازی رو که طراحی میکنیم، هدفمون تقویت مهارت‌های فکری میشه، ولی مهارت‌های تفکر میشه، ولی در مهارت‌های فکری یکی از انواع تفکر بیشتر مد نظر ما هست. مثلا در بازی تصویرسازی ذهنی شما تفکر انتقادی دانش آموز رو مد نظر دارید، ولی در کنارش میتونید انواع تفکرها رو هم تقویت کنید. اما اون چیزی که اینجا برای شما اهمیت داره و ارزش داره و قرار روی اون تاکید کنید و روی اون زوم کنید، میشه تفکر انتقادی دانش آموز. یا مثلا توی بازی پیچ پیچ چینی شما کاری که میخواین انجام بدین و براتون مهمه اینه که شنیداری دانش آموز رو میخواین تقویت کنید. حالا در کنارش بعضی از مهارت‌های دیگه هم تقویت میشه، اما هدف رو میذارید روی اون مرکز اصلی، اون نکته اصلی که مد نظرتون هست و بازی رو بر اساس اون طراحی کردید. امیدوارم که از این پست نهایت استفاده رو ببرید و براتون کاربرد خوبی داشته باشه. تا نکته‌های بعدی، خدا نگهدارتون.